تطبیق بده و درسش رو خوب بخونه که بتونه آینده‌ای برای خودش داشته باشه. ببینید عزیزان، این فرزند زمانی که نطفه این فرزند به واسطه پدر و مادر بسته میشه، از همون لحظه تمام برنامه این فرزند رو من و پدر و مادر اینا رو با هم برنامه ریزی میکنیم. چگونه؟ با انتظاراتمون، با حرفهایی که میزنیم، با کارهایی که انجام میدیم، با انرژی هایی که دائما داریم اینا رو ما جاری میکنیم و فکر میکنیم که خب هنوز ما، حتی خیلی ها هستن میگن من نمیدونستم که همسرم باردار هست. اصلا همسر شما باردار نیست، اصلا یک بانوی باردار نیست. اون بانو بالاخره میخواد مادر بشه، مادر هم نشه میخواد یک فرزندی رو هدایت کنه، میخواد یک جامعه